دوم با پیوند اتحاد. به خانه رفضه کلام دوست اولش به روی همه فارسی زبانان باز است خوش آمدید شنوندگان عزیز. با همکاران در خدمتتان شکوه رضایی هستم. برشمار امروز چهارشنبه 13 برابر با 25 اوت 2010 میلادی. برنامه امروز را چند ترتیب کرده‌ایم. لحظه صحبت قیمتی را مطرح شده. اسلامی بسیار را انگیزه ها بزنید. بعد برنامه یک ساعت تذکر. سپس برنامه امروز را با بخش‌های دیگری ادامه دهیم. برنامه شروع. سفر دراز نباشد به پای خالد دوست که خار دشت محبت نه از تو ریحان است. دوستان و شنوندگان عزیز، اگر در جهان گذشته انسان‌ها از آگاهی و دانش برخوردار نبودند و ناچار دنبال جایی شدند و وقایع در بسیاری از زمینه‌ها برایشان مستحکم، امروز دلیل وجود ندارد که بشریت در تاریکی‌های ناآگاهی باشد و این چنین با دست و پای بسته به این در و آن برزند تا ملجأ و حمایتی بیابد. چون آدمی دارای جوهر تابناک عقل و درک است، تنها هنگامی قادر است راه را از چاه تشخیص دهد که با چشم ویس باز و روحی آزاد به جستجو و تحقیق شخصی بپردازد و ناشناخته‌ها را خود بیاموزد و بشناسد. اگر ادیان الهی در طول تاریخ جوهر آدمی را صیقل دادند